میکنی نه؟ باشه کارش نکردیم بابا. کارش نکردی؟ چرا انداختیمش تو؟ اگه طوریش بشه کی بهش میرسه؟ همش تقصیر این بسر مش سفره. با اون قدر دیلاقش خجالت نمیکشه، خودشو قاطی بچه ها کرده. تقصیر منه. حالا که تقصیر منه بس بگیرینه. علیکم کت خدا. حیرتم کت خدا، این پسر مش سفر وقتی از شهر برگشته با همینجوری آتیش میسوزه. این چیزاشو خوب یاد گرفته. خوب خوشو میری شیر بگیری؟ مشتسن که گابشو برده سهرا. تو این دم که یه گاب بیشتر نی.
مسلمون دلم شیدا مستم شد دلم رفته سما پیدا مستم شد به زیر چشم ما گندم بکاری که آب چشم ما دریا مستم شد علیکم مشت بلند شو اثر جادی کنار سلام علیکم بیا مشتی بیا میشه یه چای کنار بخور میشه میشه چای بخور خستگی در کن بیا بابا مشتی بیا نه جلو بیا این نگه ببینم بچه بگیده من مشتی رچی دور جمع نشید رچی دیگه برید بده خلوت برم. کنید بفرما دست مشتی شما درد نکنه کت خدا کجایی مشتی این بیچاره منتظره که یه چیکه شیر ازت بگیره برده بودمش سهرا بهش نده مریضش میکنه ولش کن دیگه بچه چه خبرت مجد حسن اخبار خیلی تو همه بازم لامصب این بلوریا پیداشون شده چی؟ بلوری؟ کجا؟ الله اکبر تو فهم کن نه گفتم برو کنار دیگه برگشتنی بالای تپه دیدمشون چند تا بودن؟ مثل همیشه همون ستایی هم. میبینی کت خدا؟ میبینی؟ من هی میگم فکری چاره ای بکنی هیچکی گوشش بده کار نی حالا چی کار بکنیم نه؟ والا دست ما چه کاری ساخته است این بلوریا که دین و ایمون حسابی نداره مگه خدا خودش چاری بابا تو هم اگه ما هم کاری نکنیم روشون زیادتر میشه اومدن 3 تا گوسفند منو بردن من خونه خراب شدم بابا هیچکی همیش کارشون نکرد حالا لابد نوبت گاب مشتسنه نوبت من نه بابا خدا نکنه مثلا نوبت توه خلاصش میگم کت خدا من تا اسم بلوری رو میشنفم خونم به جوش میاد هر جوری شده بالاخره تلافیشو در میارم مثلا چی کار میکنی؟ یه کاریش میکنم یه کارش میکنم آخه تو مثل سگ از پلوریا میترسی چی کارشو میتونی بکنی؟ آخه در کنی که عجب به سره پر لا اله الا الله برادر من عزیز خب من تو هم مشت سنگا تو نبر بیرون دیگه از صبح آفتاب نزده بردی سهره چیکار راست میگه مشتی گاو آبستن میبری سهره که چی بذار تو طویله خورده راحت کنه دیگه وقت زایدنشه با ایشالله مبارکا باشه مبارکا باشه کجا مشتی حالا یه دقیقه باش باز ببرمش تویله میخوام یه ذره راحت کنم و بخوابم کله سرم باید برم میشو عملگی یا علی دست علی به املا یا زن اون فانوس رو بده بینم سلام اوه یا حیوان بده بیا اوه بل 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 بل
اوه جانم. بل 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 بل. اوه بل بل. امشب میرم تویله میخوام. چرا؟ چطور شده؟ بلوریان این طرفان. اون فانوس بده من. مال بلوره؟ آره. تو دیدیش؟ آره.
اشهد ان لا اله الا الله. نفس بکش بابا. یه چی که آب بدین بهش بدم شاید حالش جا بیاد. بابا دستاشو تکون بدین نه. یالی 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 یالی. بخور بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مجد اسلام، ای مجد اسلام، خبری شده؟ ول کن بابا بیدم. خاک عالم به سرم شد. بدبخت شدم. بیچاره شدم. چی شده آخه؟ آخه چطور شده بابا؟ حرف بزن نه. گاو مشهسم مرد. همین یه دقیقه پیش که رفتم براش آب ببرم دیدم دراز به دراز کف طویله افتاده. یه عالمم خون از دهانش رفته. آخه چرا؟ مگه حیوان طوری شده بود ها؟ نه والا صبح سر حال و سر و مر گنده همینطور سرش تو آقل بوده داشت میخوام. توی چشش زدن. چشش زدن چیه؟ میگه دهنش خون اومده. خب همین دیگه. خدا همه را چش بده حفظ کنه. اسلام، ای مجد اسلام، میگم طوری شده؟ بابا ول کن بذار ببینیم خدا پدر. حالا شما بگید چی کار کنم آخ؟ چه خاکی به سرم بریزم من؟ چی کار کنم؟ هیچی بابا، چی کارش میتونی بکنی؟ حالا که مرده تا قیامت هم نمیشه زندش کرد. حالا چیکار کنیم مجد اسلام؟ بیچاره مجد اسلام، بدبخت مجد اسلام. میگم نکنه مار زدتش. حالا من یه چیزی میگم شاید هیچکی باورش نشه. این کار بلوریاست. چطور کار بلوریاست؟ خب معلومه.
الا بلا کار بلوریاست. هر کی ببینه یا هر حیوانی طرف بشه کار بلوریاست. آره اون بیدینا اگه دستشون برسه میدوزن، اگرم نرسه میکشن، حروم میکنن. حالا این حرفا چه فایده ای داره بابا؟ یه دقیقه آروم بگیریم ببینیم چی کار میشه. میبینی کت خود حالا چه خاکی به سرم بریزم اگه مشتی برگرده ببینه گاوش برده. میدونی چه حاله میشی؟ راست میگی. اگه مشتسم برگرده و خبردار بشه من میدونم چه حالی میشه. حالا چی کار کنیم کت خدا؟ والا من که عقلم جایی قد نمیده. گوش کنین، وقتی مشتسم برگشتا هیچکی بهش نگه که گاوش مرده. حالیتون شد؟ هیچکی بهش نگه، اما وقتی برگشت و دید که گاوش نیست میفهمه که مرده دیگه. مینکت خدا. آره راست میگه مش اسلام. وقتی مشتسم برگرده و ببینه گاوش نی خب میفهمه مرده دیگه. گوش کنین، هیچکی به مشتسم نگه که گاوش مرده. عیالش بهش میگه که گاوش مرده. میذاری حرفشی بزنی یا نه؟ بابا ما که حرفی نزدیم. عیالش بهش میگه که گاوش در رفته. مشتسم باورش نمیشه، اون میدونه هیچ وقت گاوش در نمیره. راست میگه مش اسلام. آخه گاو آبستن که هیچ وقت در نمیره بابا. میخوای بهش بگه گاوش مرده اونم جا به جا پس بیفته؟ بابا عیالش بهش میگه که گاوش در رفته. اسماعیل رفته سراغش که گیرش بیاره. مشت اسلام من که اینجام برادر، من که جایی نرفتم. تو مثلا رفتی سراغش، مسئلهش میگه. خب الحمدلله درست شد. ببینم باش اسلام، حالا گاوه رو چیکار کنیم ها؟ باز ببریم یه جا قایمش کنیم که وقتی مشتسم برگشت نتونه پیداش کنه. میگم چطور پوستش بکنیم بعد این کارو بکنیم. نه برادر من، نه بابا. اولا که مردار شده پوستش حرومه. یکی از اون ممکنه ناغافل مشتسن سر برسه از همه چی خبردار شه. چطوره با گاری اسلام ببریمش در شور؟ نه پدر این کارو نباس بکنیم. سر صداش تو تمام محال میپیچه، آخرش مشتسن از همه چی خبردار میشه. آره بابا. خب من میگی چیکار کنیم مش اسلام؟ میدونم والله. خدا خودش رحم کنه. بلا نازل شده، آفت آمده. خدا خودش رحم کنه. بلا نازل شده، خدا خودش رحم کنه. حالا
راحت آمد. خدا خودش رفت. بلا نازل شد. خدا خودش رفت. آفت. بلا نازل شد. خدا خودش رفت. حالا باز همه جلو خودشونو بگیرن و چیزی به مجلسن نگن. بفرما. آره انشالله که هیچکی چی نمیگه. هیچکی هم که چیزی نگه بالاخره این که میگه. ای بچه با تو هم گوشاتو واکن. به مجلسن چیزی نگیا. خوش بپیش بینم. خوش بپیش. یالا بجام نه. به مجلسن چیزی نگیا. نگی گاوش مرده با. حالیت شد. نه بابا نمیگه اینقدر که عقلش میرسه. باز ببینم به مجلسن میگی که گاوش مرده. آره چارش آسونه بابا، چارش آسونه. میبریمش آسیاب خرابه، اونجا دست پاشو میبندیم تا سر صدا بخوابه. بله درست. اسماعیل. بله. تو هم باز بری یه جا قایم شی که مجلسم یاد نبینه دا. خب من میرم خونه خودمون دیگه. نه بابا بهتره بیای خونه ما. آره راست میگه. برو خونه عباس. یا مولا خودت ما رو خودت این ده از بلا حفظ کن. خودت ما رو نجات بده. دخیل بده یا مولا دخیل بده. به تو. بشین.
بیا بریم بابا. حسنی چه؟ داداشم میخواد بره بلورا. خب میگم بهتره تو هم باهاش بری. چرا؟ خب دیگه تو را بهتر بلدی. جبار میخواد بره بلور چیکار؟ میگه میخواد تلافی در کنه. اگه باهاش بری اون وقت برگشتم میتونی خونه ما بخوابی. اون نمیذاره شب تو خونتون بخوابه. اون که نمیفهمه. خوابش خیلی سنگینه. خوابش که بود من خبرت میکنم. اینجا نشستی چیکار عباس؟ اسلام گفته اینجا بشینم ببینم مجد حسن کی میاد. حالا دیگه دیر شده، این وقت شب نمیاد. هی هی شمارت کجا میره؟ همین گیرتون اومد؟
پس گوسفنده چی؟ تو رفته بودی به گوسفندات؟ هرچی گشتیم پیداشون نکردیم. میخواب تو هم با این دزدی کردنت. هی اومد مشهدن داره میاد مشهدن اومد مشهدن اومد هی اسلام مشهدن داره میاد آره چرا باستادی خلوت کنی میرم بابا بینم بچه بشینم باجی بیا بابا بشینم برو رد کارت بینم بابا یلا سلام علیکم. آهای مشتسن مشتسن برو خونه زنت وسط خبرایی داره. یا الله. سلام علیکم. چه عجب از این طرفا. اومدم اول مشتی خانم بپرسم. خدا عمرتون بده. بگو آباب دادی؟ گفتم به آباب دادی؟ استغفر الله ربی و اتوبه. اگه یه رو تو این خونه نباشم گاو باید از تشنگی بمیره. خب مشتسن چه حال چه خبر بابا؟ مشت اسلام
شده. تو مگه؟ آخه این جماعت ها تا منو میبینن رحم میکنن. نه بابا چیزی نه، خیالت جمع باشه. ایالی چیه مجتسن؟ نظر قربونیه. از میشو خریدم، میخوام بندازم گردنش. گردن کی بندازی؟ گردن گاوه دیگه. ببین اینجوری و مجتسن آی مجتسن ببین چی میگم بابا. آی مجتسن گوش کن ببین چی میگم بابا. ببینم مگه مشتی خانم بهت نگفت؟ نگفت؟ چی رو نگفت؟ اسماعیل رفته سراغش. سراغ کی؟ سراغ گاوه دیگه، مگه بهت نگفت؟ گاوه؟ کدوم گاوه؟ آخه در رفته. کی در رفته؟ گاوه تو در رفته. نه ترس بابا چیزی نی، همین دوره براست. اسماعیل رفته سراغش، حتم گیرش میاره. مشتی مجتسن یا بابا گوش کن ببین چی میگم. مجتسن مجتی گوش کن ببین چی میگم بابا. اسماعیل رفته سراغش بابا، حال جمع باشه. گوش کن بابا. مجتسن نگاه بابا، نگاه ببین چی میگم. اسماعیل رفته سراغش، حتم گیرش میاره. حال جمع باشه بابا. دل ناگرون نباش بابا، همین دوره برام طوری نشده بابا، حالا که چیزی نشده. مجتسن
قاب من که در نرفته مشت اسلام. قاب من که در نمیره. لا اله الا الله. عجب گیری افتادیم ها. هر خبری میشه هر کی میاد خیال میکنم مشتسنه. اون تو خونه شون حالش خوش نیست. بهش گفتن که گاو مرده؟ آره خیال میکنه هنوز تو طویله است. گاوه تو طویله است؟ آره. خب پس من میرم دیگه. بهش گفتن تو رفتی دنبال گاو. میگی حالا من چیکار کنم؟ چی؟ همینجا بمون. ناکس تنابو پاره کرده اومده بیرون. کاریش نداشته باش، بذارش به هوای خودش. سلام علیکم مشتی خانوم. علیکم. علیکم. اومدیم مشتی رو ببینیم. یواش. چه خبر شده؟ رفته نشسته بالا پشت بود. چی کار میکنه؟ میگه گاو من گم نشده. میگه گاو من در نمیره. همینجاست. حالا چی کارش کنیم مشتی اسلام؟ آره بابا چی کار کنیم اسلام؟ بریم یه جوری حالیش کنیم. آره باز حالیش کنیم که گاوش میگه. علیکم مشتسن. سلام علیکم مشتی. علیکم مشتی. علیکم. مشت اسلام این چه کاری بود که کردی؟ چطور مگه؟ کد خدا تو ازش بپرس. مگه من چی کارش کرده بودم؟ چرا به هم دروغ گفت؟ والا مشتی من که نه مشتسن اسلام دروغ نگفته. اینی هم که گفته گاو در رفته راست میگه. گاو من که در نمیره کد خدا. آخه اگه در بره کجا میتونه بره؟ گاو تو در رفته مشتی. مشتسن تو که خودت صبح رفتی طویله رو دیدی برادر من. آخه من که به تو دروغ نگفتم بابا. گاو من همینجاست تو طویله. اگه گاوت همینجا تو طویله است پس چرا نمیری پیشش؟ خب برو تو طویله پیش گاوت دیگه. آره بابا برو پیش گاوت دیگه. راست میگه مشتی. من اینجا نشستم مواظبم. مواظب چی؟ امشب بلوریا دست به یکی کردم میخوام بیام گاو منو بدزدن. از کجا میدونی؟
اگه قرار بلوریا بیان گاوتو بدزدن چرا نشستی اینجا؟ برو تو طویله پیش گاوه. الان ماه در میاد. اونهاش داره از بلور بالا میاد. مشتی تو نشستی اینجا، اگه حیوان تشنش بشه چی؟ وقتی مادر اومد براش آب میبرم. خب اگه مادر نیومد چی؟ هر وقت گاو من تشنش بشه مام در میاد. خبری شده؟ سر صدا چیه مش اسلام؟ بدونم والله. سلام کت خانم. امن علیکم مشتی خانم. حالا مشت حسن چطوره؟ حالش خوب نیست کت خود. دیشب من خوابم برده بود زده به سهرم. چیزی به صبح نمونده بود که خونین و مالین برگشت. استغفر الله ربی بعد. حالا چیکار میکنه؟ از وقتی برگشته همش صدای گاب در میاره. میگی چیکار کنیم مش اسلام؟ بگم والا.
بریم تو ببینیم چیکار میشه کرد. بریم بابا. هم علیکم مشت حسن. هم علیکم. ما علیکم مشتی. مشت حسن. هوی مشت حسن. گاوت پیدا شده با. آره مشتی، اسماعیل برگشته گاوتم پیدا کرده. آره اسماعیل برگشته اینا. بابا سلام علیکم عمو مشتسن. بالاخره گاوه پیدا شد. بگو با. میدونه کجا بود؟ نرسیده به خاتون آباد، اونجا داشت تو دره برای خودش میچرید. چاق و چله. بله. سر حال. گاب سعی و سالمه بالکل. 1000 مرتبه شد. بله. یا امام زمان. طوریش شده مش اسلام. بریم تو ببینیم چیکار میشه کرد. چرا رفتی عقب؟ من نمیام تو. چرا مشتی؟ چشم ور نمیداری. میترسی؟ نه ترس. مش حسنه. مش حسن خودمونه. هم علیکم مشت حسن. حالت خوبه بابا؟ دماغت چاقه؟ هی مشت حسن، با تو هم بابا. حالت خوبه مشت حسن؟ من مشتسن نیستم. این حرفو نزن مشتی. تو مشت حسنی؟ من مشتسن نیستم. من گاب مشتسنم. این حرفو نزن مشتی. تو مشت حسنی. مشت حسن خودمونی بابا. آره والا تو مشت حسن خودمونی. من مشتسن نیستم. گاب مشتسنم. این حرفو نزن مشتی. خدا نکرده اگه بلوریا بفهمن میان میدوزنه. آره بابا میام میدوزنه تا. میان سرت میبرن ها. مشتسن نشست اون بالا، مواظب منه. تو رو خدا دست بردار مشتی. آخه تو چه جور گابی هستی نه؟ اگه گابی دمت کو. آره. شاخت کو. ها راست میگه بابا. ها چی میگه ها؟ دست بردار مشتی. خیلی خوب بابا. آروم بگی پدر، آروم بگی بابا. مشت حسن آروم بگی. خیلی خوب بابا، خیلی خوب. آروم بگی. لا اله الا الله. چیکار کنیم نه؟ خودت یه جور حالیش کن مش اسلام. آره بابا. گوش کن ببین چه میگم.
دیروز زور عیالت سر و سینه زنون اومد که گاو تو مرده. ما هم رفتیم در گاوچا تو حیاط و برداشتیم گاو سرازیر کردیم اون تو. غیر اینه کت خدا؟ نه والا. خیلی خوب، اگه تو گاو مشتسنی که باز الان تو چا باشی پدرها مرزیده. اگرم نیستی و خود مشتسنی. آره والا، به خدا، به پیر، به پیغمبر تو مشتسنی. بابا شما بگید این مشتسنه یا گابه؟ مشتسنه بابا، مشتسن خودمونه والا. مشتسن خودمونه. تو چرا این حرف میزنی؟ مشتسنه. اگرم باورت نمیشه بلنش بری در گاوچه تو حیاط برداری نگاه کن. یا علی مشتسن مشتسن بلوری ها ریختن اینجا. میخوام منو بدازن، میخوام منو بندازن تو چاپ، میخوان سر منو ببرن. مشتسن به داد قامت برس، به داد قامت برس، به داد قامت برس. ما بلوری نیستیم برادر، ما بلوری نیستیم. من اسلامم این کت خداست، اون پسر مج سفره، اینم عباسه. همه اهل این آبادی هستیم برادر. ما بلوری نیستیم بابا، ما بلوری نیستیم. بریم بابا، بریم. چیزی میخوای برات بیارم؟ آب آب بیا تو. میخوام برم خونه خودمون. آخه من نهار درست کردم. بیا. شنفتی؟ آره. نمیدونم آخر عاقبتش چی میشه. چرا نمیخوری؟ میلم نمیکشه. چای میخوری؟ نه، من باید برم. کجا؟ برم ببینم چطور میشه آخه. برمیگردی؟ نه، میرم خونه خودمون. راستی خواهرم گفتم چی رو؟ همه چی رو. بذار این سر و صدا بخوابه، میفرستمش خواستگاری.
کارشو بلدی؟ امروز از یه خاطر آبادی یاد گرفتم یواش بریم. چی شده؟ بلوریا ریختن تو آبادی. پدر جفتشونه در بیارن. همینجاست. آره. تو مواظب باش ما میریم تو. باشه. چی شد جدا شد؟ آبه نیست خودشه. عجب. چیه؟ چیه؟ چه خبر شده ها؟ چه خبر شده؟ چه خبر شده؟ هیچی بابا، بلوریا آمده بودن مشتسنه بدزدن. چی؟ حال مشتی چطوره؟ هیچی نخورده. دست به غذا نزده.
مشتی مشتی علیکم بابا. ما علیکم. بفرما. قربون دست. خب ماش اسلام چه حال چه خبر؟ چی بگم من؟ دیشب هر چی تو عقل بوده خورده.
خوراکش دیگه شده کاب و یونجه. چطور دل روده سخت نمیشه اسلام؟ نمیدونم والا، من که سر در نمیارم، بالکل حیرتم. من یکی که همینطور مات و مبهوت موندم. اسلام معلوم نیست آخر عاقبتش چی میشه. روز به روز حالش بدتر میشه. تمام تن و بدنشا زخم و زیلی شده. بالاخره مش اسلام تو عقل و کمالات در همه ما بیشتره. باز فکر چاره‌ای بکنی برادر. من میگم چطوره ببریمش شهر؟ ببریمش شهر که چی؟ خب میبریمش مریض خونه، شاید اونها یه کارش بکنن. بله. یعنی تو مریض خونه میتونن حالش کنن که گاب نشده؟ والله اینشو نمیدونم، اما بالاخرهش شاید از دست اونا کار بر بیاد. نه میترسم ببریم شهر مریض خونه قبول نکنه. چرا قبول نکنه؟ اگه قبول نکردن چی؟ آخه مش اسلام لابد یه چیزی میدونه که میگه نه. حالا کی ببرتش اسلام؟ من و تو و مش جبار. من آبجیم تنها میمونه، نمیشه. حالا که آبجی تو تنها میمونه من خودم با تو میام. قبول؟ باشه کت خدا تو بیا بابا. علیکم. علیکم. به عیالش گفتی؟ آره قرار شده بره خونه ما که خواهرم تنها نباشه. آره بهتره، دختر جوونو نباز تنها بذارش. اومدیم مشتی رو ببریم. مشتی پشو بابا، پشو را بیفته، پشو بابا، پشو برد. یا علی، یا علی. بریم مشتی، بریم آقا، را بیفت. مشتی بریم مشتی، را بیفت بابا، را بیفت. مشتسن مشتسن بریم مشتسن یا علی بریم. عباس گره بزن بابا، قرص گره بزن.
قرص گرش بزن قرص گرش بزن باید همین ریختی تا سر جاده برده یالا بکشش چرا یالی
تو با کت خدا و مشتباس نرفته بودی شهر؟ چرا؟ و چطور شد برگشتی؟ اومدم گاریمو ببرم. مشتسن چی کارش کردی؟ مشتسنو؟ آه. میرم بیارمش. پس دیگه نمیبرده شهر؟